با فریستایل میان از دور فوت میکنن کیس بار بیا جونم من میدم واسه همه اکسار میان. رپرای بازنشسته در مقابل رپرای جدیدمون. و اینم بگم که منظورمون از بازنشسته تو این ویدیو رپرایی که بعد چه میدونم 2 سال یه موزیک میدم. به این رپرها تو این ویدیو میگیم بازنشسته. اگه آماده اید بزنید این دکمه یه لایک لعنتی و بریم واسه ویدیو. گومه 50 سنت دیگه تموم شد دورانش ولی تازه کنسرت داشت تو هم میزنی موزیک هیت پسر 1 ثانیه نمیخوام حالا انرژی منفی بدم ولی پسر نمیدونم چرا هیچ وقت من نتونستم با پارسالی به ارتباط برقرار کنم. فقط با اولین موزیکش که چی بود اسمش یه موزیک بیس دار یه موزیکی داشت که بیسش خیلی خفن بود. نمیدونم فقط با اون موزیک تونستم حال کنم. از اون ور دنجون سفید از اون ور جیبا رو به تیغ لباسون کردان شمشک ولی بعدش میزنی موزیک هیت بدی ولی هیچ چیه درد SOS Somebody rescue me I got too many I got پسر واقعا هیت شده به این میگم موزیک هیت چه بیتی پسر آیس کیوب پسر آیس کیوب دیگه واقعا اصلا روز پدر بزرگ ارفان چه موزیکی پسر همه دونه بدونه آویزونن گردنه لوسیانو البته یکی فکر کنم اینترنشنال نیست مال آلمان. بیا مثلا اینا بذاریم کنار ولی یعنی منظور موزیکو بذاریم کنار. چه موزیک ویدیویی میسازن جدیدن تو رپ فارس واقعا خفن شده. قبلا اصلا نمیدونم اصلا موزیک ویدیو پیدا نمی‌کردی باید خود یه دونه ادیت میذاشتی روش ولی الان واقعا موزیک ویدیو خفن میزنن. دمشون گرم. نمیدونم فکر کنم یوتیوبر باشه ولی بازم موزیک ویدیوش باحال. دیگه نمیذارم که بازم بگیرم شک میزنم خوابم بپره عجیبینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره اونی که تا طلوع آفتاب بیداره کم میخوابم اوه کوچیز فکر کنم اسمش یکی هم باحاله پسر ایول پسر اسمش دولچی اسمش دولچیه پسر واقعا باشه حال میکنم. جیسی عاشق وقتی هم که میدن به مختار شعفه میکنن اصلاشم امسال ولی انگار نه انگار Like damn, she in her mood. She lit, get money too. Like damn, she in her mood. حمود حبیبی حمود حبیبی میپاپولوژیست میگه بزن بکشی میپاپولوژیست شدم میبرن سیف از شهر نشه هواشی سروش بهم میگه بکن سول ولی کندوکی باج نمیده به گنگ مجازی امینم هم رپ البته هنوز میخونه ولی بازم حسین تازه موزیک داده بود البته با هم دیگه نگاش میکنم تو ویدیوی بعدی. یورس گنگستر یکی هم پسر خیلی باحال میکنه. برق میزنی مثل کریستال زیاداری ها و عزیزارم با فریستایل میان از دور فوت میکنن کیس بار بیا جونم من میدم واسه همه اکسار میان. هی نمیدونم واقعا هر کنم پارسالی بوتک پوریای ولی ناردوبی ناردوبی دیگه اصلا رپر مورد علاقه. اوف از وقتی داییمو فروختم بردن زندان فهمیدم اعتماد نکنم حتی به چشما یا باید نگاه چه موزیک ویدیوی باحالی میزنم پسر. سال 98 بود که یه گاید ورسا هیت کودی تراویس اسکات اینا همه اصلا از با اینا الهام هیپ هاپ چی داره که میری پشتش دیدی که این همه پیگیری داشت میگن این دفعه دیگه میشه خوب امسال فکر میکنم فقط میخوای باشی سوپر استار مثل کفشات همین خبر موزیک میده ولی دیگه تموم شد دورم قبول کن.
تهران دیریل پاپا 021 021 اسمش داره. This is America. بوم بوم بوم. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. فکرشم نمی‌کردم که یه روزی روزگاری بعدن زل بزنم تو چش مشکلاتم و بهشون بگم که خوشبختم. بختم. ییت. ییت. سال آینده اگر خدا بخواد پوری زدی نوش هر کی باته حلاله حلاله دمشون گرم پسر. اول از همه خودتونم دیدید پسر موزیک ویدیو واقعا باحال شده. دم بچه‌ها بازم ببخشید که خیلی دیر به دیر موزیک ویدیو میدم، یعنی بازم ببخشید که خیلی دیر به دیر ویدیو میدم پسر. درگیرم واقعا درگیرم. سعی میکنم که وقت بذارم واسش کنار واسه یوتیوب. سخته ولی سعی خودم میکنم. بازم دمتون گرم بچه‌ها که بازم ساپورت میکنید. دمتون گرم که این ویدیو تا اینجا نگاه کردید. لایک و ساب یادتون نره که ویدیو بره بالاتر پسر. تازه درآمد کانالم فعال شده. مرسی که حمایت میکنید. بریم واسه ویدیو بعدی که فوق العاده ویدیوی خفنی تو راه. پترو